با سلام خدمت تمامی دوستان گروه MTI مارکت 11 یک اسخای هر روز 11 روش البته میشه بگیم 11 ژانویه 2017 قصد داریم که این کلیپمون کلیپ آموزشی باشه و استراتژی معاملاتی که خودم استفاده میکنم بر اساس کندلستیک و پیوت و تشخیص روند که حالتهای ترفنده‌ای استفاده میکنیم که دقیقا متوجه میشیم که این روند همچنان ادامه داره رو به بالا یا به پایین. خب من یک چارت ساده ای رو انتخاب کردم که به حالت مفهومی برای شما راحت تر باشه. خب ببینید به طور مثال ما تازه نشستیم پشت سیستم، چارت طلا رو باز کردیم و میخوایم ترید بکنیم. اولین کاری که باید بکنیم خب باید آنالیز بکنیم این چارت رو که ببینیم روندمون افزایشی است یا کاهشی و اگر افزایشی است تا چه قیمت بالا میره یا کاهشی است تا چه قیمت ریزش میکنه، یا در این منطقه من میتونم اوردری باز بکنم که برای من سودده باشه که از نظر ریسک اون اوردرم بسنجم که ببینم ارزش ورود در این منطقه داره یا نه. خب اولین کاری که میکنم من چون اول ماه میلادیم هست تاریخم رو نگاه میکنم میبینم اول ماه میلادی هستم، چارتمو میبرم رو تایم ماهانه، چک میکنم بر اساس کندل استیک. من خطای گن رو پاک نمی کنم چرا که تو تحلیلات بر اساس گن دارم، اینم توضیحاتش رو اگه وقت بشه حتما میدم. میذارم تایم ماهانه کندل استیک، نگاه میکنم کندل ماه گذشته من به چه صورت تموم شده که سیگنالی که برای این ماه هم صادر میکنه افزایشی است یا کاهشی. خب کندلی که در ماه گذشته برای من به پایان رسیده یک کندل قله بوده، از پایین داره یه شادوی بلند و از طرف دیگه شادوی کوتاه و تنه کوتاه تر از شادوی سمت پایین و دو طرفش از دو طرف خودش این شادو پایین تر است. ببینید دوستان برای کندل استیک سعی نکنیم بریم سراغ کتاب یا جزوه، چون تو کتاب و جزوه کندلایی که آموزش داده حالت دیفالت هست. بارها من گفتم کندل استیک اگر که 2 میل کمی سایه یا تنه بازواکتر یا کوچکتر باشه یا توی یک منطقه توی یک کندل قبلی ایجاد شده باشه کلی تغییرات ایجاد میکنه توی سیگنال آیندهش و برای همین باید حتما عملی کار کنید، تجربه به دست بیارین که بدونی کندل استیک چجوری عمل میکنه. قوی ترین تحلیل دنیا هم کندل استیکه. کندل استیک قانونش اینه که هر کندلی که تموم میشه سیگنالی تولید میکنه که کندل بعد به چه شکل عمل بکنه، یعنی افزایشی باشه یا کاهشی. پس این کندل ها هستن که قیمت رو دارن میسازن. پس کندلی که تموم بشه نوع سیگنال صادر میکنه که کندل بعد به چه سمتی حرکت کنه. ولی خب بر اساس کندل استیک که بخوام بریم جلو باید یک تحلیلی تاییدیه بگیرین از این نوع کندل استیک. اون تحلیل چیه؟ پیوت. پس کندل استیک رو از پیوت تاییدیه میگیریم. دقیقاً اون شادویی که برای من ایجاد شده توی پیوت برای من ایجاد شده. من در این قسمت در این قیمت یک پیوت داشتم، دقیقاً اینجا پیوت داشتم که قیمت من اینجا برگشت کرد و این شادوی من در پیوت ایجاد شد که نشان دهنده قدرت این کندله که قدرت کندل نشون داده که خیلی عالی هست. در صورتی که از 3 هفته پیش من اعلام کردم قیمت کف طلا بسته شد، یعنی هنوز کندل جدید شکل نگرفته و قیمت اون رو به افزایش شده. خب پس گفتیم من در ماه گذشتم تحلیل کردم بر اساس کندل استیک، شادویی در سمت پایین دارم یا حالت قله هست. من سعی میکنم خودمونی صحبت کنم، کتابیش اسم نیارم که سخت نباشه براتون. تو کلیپ های آموزشی یا پکیج های آموزشی خودم هم به زبان خودمونی آموزش دادم که فهمش راحت تر باشه. سیگنال افزایش صادر کرده، پس کل این ماه من قیمتم افزایشی هست. پس کندل ماه جدید من رو به بالا هست. پس کار کردن در تایم ماهانه، ترید کردن در تایم ماهانه و اوردر فروش ریسک فوق العاده بالایی داره و بی‌معنی هست. سیگنال ماهانه‌مو گرفتم، روندم افزایشیه بر اساس فیبوناچی
من رسم بکنم قیمت من در فیبای 78 من برگشت کرده. این عدد 78 رو ما خودمون اضافه میکنیم به فیبوناچی. دقیقا حالا شما هم بخواید اضافه بکنید، من پروپرتیسش میزنم که عدد این قسمت رو شما ببینید وارد کنید. 0 ممیز 78 78 ممیز 0 وارد میکنید که فیبوناچی 78 تون رسم میشه. دقیقا قیمت من توی 78 برگشت کرده. 78 برگشتش همیشه تا چه قیمتیه؟ 50%. اگه که 61 برگشت کرده بود، برگشت من چه قیمتی بود؟ 38 تا الا بین 38 و 23. خب ببینید فیبوناچی ما یه رفت داریم یه برگشت داریم. اگر که اصلاح روند رو داریم میزنیم، ببینیم فیبوناچی رو من از پایین به سقف زدم. چرا که چون روند من ریزش کرده و من با سمت بالا رو میخوام به دست بیارم. خب فیبوناچی به روش‌های مختلفی میشه زد. ببینید فیبوناچی از کف به سقف زدم، ریزش اومده به سمت پایین، جوابمو گرفتم. ببینید قیمت اصلاح رو میخوام به دست بیارم. وقتی که فیبوناچی خلاف روند میزنه، این میشه فیبوناچی خلاف روند. قوی ترین پیوتی که ما داریم چه پیوتاییه؟ 61 و 78. توجه داشته باشین اگر که فیبوناچی خلاف روند رسم میکنیم، فیبوناچی 61 شکسته بشه، نشان دهنده ضعف اون روند حالت افزایشی هست. نه که منظورم این باشه که روند ما دیگه افزایشی نیست، ضعف افزایشی که افزایش زیاد نداره. خب پس من الان فیبوناچی رو رسم کردم. الان قیمتم دوباره در اصلاح فیبای 78 که برگشتش میشه فیبای 50. فیبوناچی از به این روش جدید و این روش هم میشه زد که آپدیت کنیم. خیلی باید دقیق بزنین چون در آینده تاثیرات زیادی داره. میشه دقیقا چند؟ 50. 38 من میشه تقریبا همون 50. اینجا 38. من اگر فیبوناچی گذاشتم بزنم میبینم دقیقا چی؟ 50 و 38 هم در یک قسمت افتاده. خب پس افزایش قیمت من برای ما هم میتونه قیمت چند باشه؟ 1208 برای کل ماه هم. یعنی حد اکثری که قیمت من به سمت بالا بیاد 1208 الی 1216. خب من اینو پاک میکنم. خب بخوام من این خطا هم پاک کنم. خب میام تایم هفتگی. تایم هفتگی نگاه میکنم کندل هفته پیش من چی تموم شده؟ یک کندل افزایشی ادامه روند. کندل افزایشی ادامه روند. چه زمانی این کندل همپوشانی میشه که نتونه قیمت سقف اون شادو یا تنه رو باز بکنه. اگر که نتونه باز بکنه قیمت هم میشه همپوشانی کندل هفته گذشتم. ولی خب ما اینجا از اول هفته که شروع شد قیمت تنه که باز شد هیچ، قیمت شادو هم باز شد. این نشان دهنده چی؟ قدرت افزایش و روند این هفته من کلا افزایشی هست. دقیقاً افزایشی هست. خب بعد بریم سراغ پیوت. ببینم گذشتم کجا پیوت داره. البته من ابزاری استفاده کردم که پیوت‌های هفتگیمو نشون میده. پیوت‌های هفتگی من رو نشون میده و میتونم اینجا داره در این قیمت که 11.95 میشه. من پیوت دارم قله‌ای که در گذشته برای من ایجاد شده. پس من افزایش قیمت تا این قیمت هستش. اینجا ریسک داره برای من بای بزنم. الان جا داره بای بزنم ولی خب تو این قیمت دیگه بایش ریسک بالایی داره. چرا که چون برخورد میکنه با پیوت احتمال ریزش هست. اینجا ما میتونیم وارد فروش بشیم و یه حد ضرر خیلی با حالت پیپ کمی که مثلا اگه که 1195 من فروش میزنم یا دقیق ترش و دقیق ترش بگم تو تایم پایین. حالا بذار من توضیح بدم که دقیق ترش تو تایم پایین تر بگم که الان عدد رو گیج نشین. پس اینجا پیوت فیبوناچی رو من یه فیبوناچی جز دارم
قله گذشته به قله آینده، قله سقف به قله کف. خب میبینم فیبوناچی 38 من کجا افتاده. من از کجا متوجه میشم فیبوناچی رو درست زدم؟ در جایی که عدد فیبوناچی من، یعنی مقاومت فیبوناچی من روی پیوتم ایجاد شده باشه. ببینید این عدد 38 پیوت هفتگی است، پیوت کندلی است. پس من فیبوناچی رو درست زدم. قیمتم هم از 23 گذشته. پس من افزایش قیمتم این هفته 1200 رو شاهد خواهم بود. خب میام سراغ کندلستیک شم بهتون گفتم، میام سراغ روزانه. من زوم آوت میکنم. البته یه چیز مد نظر داشته باشه، روندی که به این شدت ریزش کرده به همون شدت هم برگشت میکنه. دقیقا از همین قیمت ها من اعلام کردم قیمت ما افزایشیه. چرا که حالا تو تایم پایینترش توضیح میدم. کندل من سیگنال افزایشی صادر کرد، توی پیوت هم بود، قیمت هم به حد خودش رسید و فیبوناچی 78 بود. خب یک ترفنده هم گفتم خط ترند دارم. من تو کل ترفندامو نمیتونم بگم چون برای من مسئولیت داره. به پکیجی که واگذار شده امتیازش حق ندارم کل آموزش بدم. تعداد اجازه گرفتم میگم. طبق ترفند خط ترند شما شادوی کندل رو رسم بکنه به لبه کندل بعد، لبه تنه کندل بعد. توجه داشته باشید تا زمانی که قیمت من، کندلای من بالای خط روندم هست، من خرید دارم، حق فروش به هیچ عنوان ندارم. البته این تایم بالای من تایم پایینترش هم رسم بکنم ببینید که خطا نداره. پس الان 3 تا روش رو من زدم. روند من تایید کرد افزایشیه. تایم بالای ماهانه تایید کرد، هفتگی هم تایید کرد. این میشه چی؟ 5 تا تاییدیه. تایم روزانه کندل دیروز من چی تموم شد؟ افزایشی. کندل جدیدم کجا شروع به کار کرد؟ حالت کمی با تقریبا فکر کنم گپ هم داشت به سمت بالا که تایید کننده سیگنال بای من روز گذشته، سیگنال بای روز گذشته. و قیمت بسته شده، کندلایی که اینجا قیمت هم بسته شد باز شده امروز که من سریعا اعلام کردم خودم اوردر بای زدم روش و سودم رو گرفتم. باز شد بدون که قیمت باز شده. وقتی که قیمت باز بشه این دیگه به سمت بالا میره. به چه شرطی؟ به شرطی که پیوت توی مسیر نداشته باشیم. پیوت توی مسیر نداشته. من در این قیمت که اینجا قیمت من باز شد پیوت دیگه نداشتم. پیوت بعدی من کجای بالاتر هست. پس من اینجا راحت وارد اوردر بای شدم. تایم روزانه. هفتگی هم که فیبوناچی روزانه و هفتگی هم یکی از این قسمت به این قسمت بزنم دقیقاً 38 من اینجا میفته. دوباره چی؟ ترفند خطم میزنم و رسم میکنم میخوام آپدیت کنم از شادو رسم میکنم به تنه. تا زمانی که کندلای ما ببین روی خط به هیچ شما شکست حساب نمیشه. کندل باید خارج تشکیل بشه، شکست حساب بشه. تا که زمانی که کندلای ما بالای خط هم هست من خرید دارم. از این ترفند هر کی که تونست خطا بگیره من $1000 حسابش رو شارژ میکنم. اینقدر با اطمینان دارم میگم چون چندین سال کسی نتونسته خطا بگیره. پس تا زمانی که کندل من بالای خط روند است من خرید دارم. خب میام سراغ چی؟ تایم 4 ساعته. من از تمامی تایم ها دارم تاییدیه میگیرم. روی تایم 4 ساعته 1 ساعته اوردر باز میکنم. معمولا 4 ساعته باز میکنم. چرا 4 ساعته رو انتخاب میکنم؟ چون یک تایم به وسط تو بقیه تایم ها هست و خطاش خیلی کم. خب کندل 4 ساعته ما چی تموم شد؟ یک کندل حالت قله یا چکش تو شکم کندل قبلی به پایان رسید. این کندل چی شد به این شکل شد؟ کندلی که من داشتم به پایان رسید، یعنی 2 تا کندل 4 ساعته گذشته به پایان رسید. سیگنال افزایشی میگن نبود.
به شما بودین که میگفتین برای سیگنال افزایشی کندل من باید افزایشی بره بالا. خیر، سیگنال افزایشی صادر کرده ولی توی پیوت بود، کاملا درست و ریزشش. پس دقیقا کندل افزایشی توی پیوت شکل گرفت و باعث شد که سیگنال کندل بعدی نتونه به سمت بالا بره و قیمت تنه منو نتونست باز بکنه. وقتی گفتم نتونه باز بکنه، هم پوشانی کندل شکل میگیره، هم پوشانی کندل شکل میگیره. خب من تو این کندلات به شما دیگه ترید نزدم، انتظار دارم میکشم که کندل 4 ساعته گذشته من که این حالت چکش یا قله هست تو شکم کندل قبلی به پایان رسیده، قیمتش از حالت تنه و شادو باز بشه. از این قیمت رد بکنه وارد بای میشم، تی پی من در این منطقه میذارم و میگیرم میام بیرون. بر اساس خط روند ما چندین خط روند در این قسمت داریم. یکی این هست، یکی این قیمت هست و یکی هم این قیمت هست، حالت لمس کرده ولی نتونسته بشکنه، و یکی هم این هست. کاملا خطای ما داره سیگنال افزایشی رو صادر میکنه. خب ترفند رو دوباره اجرا میکنیم. از شادو رس کردم به تنه و لبه تیزی کندل بعدم. کندل های من میگه بالای خط روندم نیست، من حق فروش ندارم. من این تعداد پیپ و کم رو اصلا نمیگیرم. حالت اسلای بخوام اصلا خلاف روند سعی میکنم ترید نکنم. میگن که کندل سیکی و پیوت سیگنال بهم بدن خلاف روند ترید کنم. پس روند افزایشیه بر اساس پیوت هم که مشخص شد. پیوت من چرا پاک شد؟ کجایم؟ پیوت هفتگی من مشخص شد. البته یه پیوت دیگه هم من دارم، پاک میکنم، پیوت روزانه. این ابزارات پیوت فکر نکنم توی اینترنت بتونم پیدا کنم، چون اینا رو من چندین سال پیش از کارگزاری خود بروکر خریداری کردم. خب ببینید پیوت های روزانه من چقدر خوب فیکس جواب دادن. پیوت هایی که شما دیدم دارین تو گروه آموزشی که خورده خطا دارن. قیمت من مگر از پیوت ریزستنس یک من عبور نکرده. وقتی که عبور کنه ریزستنس 2 رو میزنه. پس ریزستنت 2 من شکسته شد، 1 من شکسته شد تا R2 میره. پس همچنان روند من افزایشی. الان چه تایمی هستیم؟ تایم به وقت ایران الان ساعت 1 و دقیقا 40 دقیقه. تایم مارکت واچ بخوام ببینم تایم، چون الان مارکت طلا فکر کنم کلوز شده. نه از ما 2.5 تا کلوز میشه. و تایم مارکت روزانه من دقیقاً 2 ساعت دیگه مارکت جدید تموم میشه. نگاه میکنم به تایم روزانم کندلم چی داره تموم میشه. کندلم اگه به همین شکل تموم بشه سیگنال افزایش داده. به چه شرط سیگنال افزایش من معتبر میشه، اعتبار داره، میتونم بای بگیرم؟ زمانی که قیمت بتونه از شادو از تنه عبور کند. یعنی قیمت جدید من بیاد اینجا که همون تایم 4 ساعته که توضیح دادم بهتون، یعنی که قیمت جدید من اینجا شروع به کار بکنه تا اینجا به سمت بالا بیاد کافیه. من میتونم وارد بای بشم، تی پی 1، تی پی 2 و تی پی 3 رو به ثبت برسونم. خب میام تایم 4 ساعته زوم اوت میکنم. ببینید شکل حالا من چون زیاد کار کردم تمام این شکل‌ها رو حفظم، میدونم بازار چی داره میسازه، دقیقا زودتر دارم شکل‌ها تو ذهن خودم میسازمشون. حالا اینم میگم برای شما زمان میبره بخواید اینا رو یاد بگیرین. من البته کلیپ هم دارم خیلی خلاصه میگم، خیلی هم موارد دارم حذف میکنم، این تو ذهنم داره مرور میشه دارم حذفش رو میکنم. یا به معنای چجوری بهتون بگم، در آن واحد دارم چندین نمونه تحلیل تو ذهن هم میزنم.
خیلی از چارتای من دیدیم مثلا فیبوناچی ها رو اینا رو نمیندازم، برای بعضی تحلیلات میدازم که شما متوجه بشین، چون اینا رو دارم تو ذهن خودم رسم میکنم. این من نگاه به چارت میکنم دقیقا میفهمیم به کجا میخواد بره. نمیگم خطا ندارم، خود من خطا دارم، از 10 تا تحلیلم 2 تاش به استثنا خطا هست. این دارم میگم به استثنا 2 تا از تحلیلات 10 تا تحلیل من خطا هست. خب روند من ترنرمکی است، یک الگوی خوب برای روند افزایشی، ولی تا کجا؟ تا پیوت تایم 4 ساعته میگه نیستم. پیوت های من میگه اینجا شکسته نشد، وقتی اینا شکسته بشه میره کدوم پیوت؟ یعنی حالت های قله‌ای که رو به پایین هست اینا پیوتن. این شکسته بشه کدوم میشه بعدی اینا، این پیوت ها. دو همترازش کجا استوب میزنه، حالت بیس تولید میکنه، این پیوت ها. یعنی که قیمت من از اینجا که عبور میکنه یا قیمت ما افزایش هست، خیالتون راحت باشه همچنان ما افزایش رو داریم. استراحتش کجاست؟ در این قیمت، جایی که بیس تولید شده. برگشتش کجاست؟ در این قیمت پیوت دارم. پس من میتونم اینجا اوردر بای باز بکنم برای بلند مدت. ببینید من با خیال راحت بای خودم رو باز کردم، حساب من ریله، حد سودم رو میذارم کمی پایین تر از پیوتم که خیالم راحت باشه بسته میشه دیگه. اون کمی یک ذره رو دیگه نمیخوام بگم، من که تعداد پیپ زیادی رو گرفتم، یک کم رو نمیخوام. ببینید طبق استراتژی معاملاتی که من دارم یادتون میدم، متوسط در روز بالای 400 پیپ رو دارین سود میزنید. 400 پیپ توی این بازار گرفتن رفع و برگشت ها اصلاحی ها چیزی نیست. من در روز حتی در روز تو بازار عادی هم 800 پیپ رو زدم، در هفته تعداد پیپ هم بالای 2-3 هزار پیپ هست. خب پس اینجا من افزایش دارم، چرا که گذشته بازار رو نگاه میکنم. یک مورد در مورد گذشته بازار شما کلا تکرار هست، این چیز جدیدی شما توی بازار ندارین، یعنی شکل جدید ندارین. میگن گذشته تکرار میشه. خب ما چجوری آینده رو به دست میاریم؟ بر اساس گذشته، بر اساس گذشته تحلیل میکنیم، آینده رو به دست میاریم. روندی که ریزش کرده اگه بخوای اصلاح بزنه 50 61 درصد 78 درصد روندی که ریزش شده برگشت میکنه به سمت بالا، به شرطی که فیبای 38 من شکسته بشه. خب پس قیمت من در این قیمت برگشتش بر اساس فیبوناچیش که البته فیبوناچی روزانه‌ش هم به اسم فیبوناچی روزانه هست. دقیقا میشه جایی که دقیقا من پیوت دارم، حد سودم رو کجا گذاشتم؟ جایی که پیوت بود و دقیقا من فیبوناچی رو درست دادم. یک روشی داریم روی فیبوناچی، طرفان فیبوناچی میگیم پایه صفر رو بردار، جایی که قیمت بسته شد پایه صفر رو بردار بذار با آخرین قیمتی که بسته شده. یکی اینجا داریم یکی اینجا داریم، یکی اینجا یکی اینجا. حالا دقیقش قبلش اینه، اون تازه شکل گرفته برای ما زیاد مهم نیست. 23 من دقیقا همون جای 28 افتاده، یعنی جایی که شما فیبوناچی وقتی 78 رو نداره 60 که شکسته میشه، پایه رو بردار بذار آخرین قله‌ای که در سمت پایین ایجاد شده، دقیقا قیمت آینده رو به دست میاری. خب این بحثش خیلی طولانه، من خلاصه میگم. خب خط روند من یه خط روند به این شکل دارم. یک خط روندم به این شکل. حالا این لج کرده با ما نمیخوام تنظیمش کنیم میپره. خب این خط روند من، روند من کاملا افزایشی. اون طرفنده که گفتم میخواد تا تو تایم 1 ساعت هم براتون بزنم. ببینید 1 ساعتم، پس ببینید ماهانه افزایش، هفتگی افزایش، روزانه افزایش، 4 ساعته ساید. 3 تا تایم به من تاییدیه دادن، 4 ساعت هم که تموم بشه اونا سیگنال صادر میشه. میام سراغ چی؟ 1 ساعته. میخوام اوردر باز کنم، کسانی که اسکالپ میزنن
کندل استیک پیوت خیلی براشون مهمه. کندل 1 ساعته من کی تموم میشه؟ دقیقاً 45 دقیقه دیگه. خب الان نمیتونم تصمیم بگیرم برای کندل. چرا؟ کندل تو یک تایم 1 ساعته خودش 1000 تا شکل میسازه. شما باید بذاری کندل تموم بشه بعد سیگنال رو بگیری ازش. حالا به طور مثال این به این شکل تموم بشه، این به این شکل تموم بشه، کندل بعد من میره بالا. چرا که دو تا کندل حالت قله پشت سر هم مثل شکل هم ایجاد بشه حالت خنثی هست، یعنی انگار فرض کنیم ما اینو نداریم. کندل بعدیم چی بود؟ سیگنال افزایشی حالت فیبوناچی داره، میخواد فیبوناچیش انجام بده که سیگنال افزایشیش رو صادر میکنه. من اینجا بای زدم، حد ضررم رو کجا میذارم؟ زیر کندل 4 ساعته گذشته که به پایان رسیده. البته همینجا کافیه چند تا اینجا بیاد پایین، بقیه‌اش هم میریزه. کندل نه قیمت نباید از این قیمت رد بشه، یعنی بیش از حد ریخته دیگه. مثل اینکه روز دوشنبه بودیم، این کندل جمعه ما بود تموم شد، کندل دوشنبه ما همه فکر میکنن این ریزش بود. من تو قیمت ها دادم، گفتن احتمال گپ به سمت پایین و اصلاحی به سمت پایین داشته باشیم، ولی روند ما سیگنال افزایشی هست، روند کل ما افزایشیه، ریسک هست بخوایم روش فروش کار کنیم. کندل جدید روز دوشنبه اینجا شکل گرفت تا این منطقه که اومد، تا این قیمت که اومد، من اعلام کردم گفتن این میخواد چی؟ همپوشانی شکل بگه، همپوشانی کندل شکل بده. چرا که بیش از حد بالا اومد، چرا که قدرت فروش من خیلی ضعیف بود. از زودتر متوجه شدن که این میخواد به سمت بالا حرکت کنه. یک مورد دیگه ببینید، قیمت من در روند افزایشی، افرادی که نقطه خروج نمیدونن چجوری خارج بشن، چه زمانی برگشت میکنه؟ زمانی هست که از نظر کندل استیک، تأکید میکنم از نظر کندل استیک، به کندل سیگنال برگشتی دریافت بکنن. یعنی یک کندل از بیاد بالا برگشت بکنه، خالی بکنه، یک شادو از سمت بالا ایجاد بشه و این شادوش توی پیوت باشه و به پایان برسن. این سیگنال نزول صادر شده، برین روی فروش. یا تغییر روند باشه، از دو طرف داره شادو و تنه وسط این حالت وسط کندل باشه، مثل این بهش میگیم تغییر روند، دو طرف شادوهای بزرگتر از تنه. این در این قسمت ایجاد بشه، راحت برین روی فروش. چرا که تو پیوت هم هست، حد ضررتون هم میذارین بالای شادو، اگر که خواست عبور کند بسته بشه، ضرر بیشتر از این ندید، سریعا وارد بای بشین. چرا که چون تغییر روند من فیل شده و روند من همچنان رو به بالا افزایش ادامه داره. خب یک مورد ما داریم در مورد اخبار. ببینید من خودم به شخصه زیاد اخبار رو چک نمیکنم، در هفته شاید یک بار نگاه کنم، یک بارم اونم بچه‌ها بگن نگاه میکنم. اخبار شما چه زمانی اعلام میشه؟ اخبار فاندامنتال دقیقا زمانی که قیمت شما در پیوت هست، اخبار اعلام میشه که کمکی باشه پیوت رو بشکنه یا کمکی باشه برگشت بزنه. اخبار روند شما رو تغییر نمیده، فقط روند شما رو کنتر یا سریعتر میکنه. پس حرف اول توی بازار فارکس 80% تکنیکال میزنه، 20% فاندامنتال تاثیر داره. فاندامنتال چه زمانی اعلام میشه؟ که قیمت شما در پیوت باشه. یعنی تو حالت بازار عادی شما مثلا توی ساعتی که بازار خیلی خوشگل راحت داره نوسان میزه، شما خبر ندارین، اگه توجه کنین اینو دقیقاً به دست میارین. خب این تایم 1 ساعته حد ضررمو چجوری ثبت میکنم؟ ببینید من که اینجا اوردر بای زدم، حد ضررمو کجا میزنم؟ زیر کندلی که قیمت بسته شده، کندل گذاشتم. این کندل گذشته من کدوم بوده؟ این بوده. قیمتش کجا بسته شده؟ در من که بای زدم بعد حد ضررم پایین بزنم جایی که قیمتش بسته شده. از این قیمت عبور بکنم به سمت پایین، ریزش میکنم. حد سودمو کجا میذارم؟ حد سودم من خیلی برای اوردرام حد سود نمیذارم. چرا؟ چون دارم پشت چارت هستم، میبینم بر اساس کندل استیک سیگنال برگشتی نمیده، خب اوردرامو باز میذارم، حتی اوردر قدرت معاملات من بیشتر میکنم. حد سودمو کجا میتونم بذارم؟ جای پیوتا. اینجا میتونم بذارم، این قیمت میتونم بذارم، این قیمت هم میتونم بذارم. خب ببینیم یک مورد، یه ترفند دیگه هم بهتون میگم.
اینا رو میگم. این دوتا ترفند من تو کلیپ هم گفته بودم، چون گفته بودم مشکلی نداره، دوباره تو این مورد تکرارش میکنم. خب ببینید یک مورد از بابت چی، از کجا متوجه میشم این روند ادامه داره یا پایانیه یا برگشتی، در هر صورت الان روند من چی هست. من از کجا متوجه میشم این روند من ادامه داره، یا از کجا متوجه میشم روند من کفه یا روند من سقف شده. زودتر از فیبوناچی من میگم، زودتر از الیوت میگم، زودتر از خط روند میگم، زودتر از پیوت میگم. بعد حالا این طرفان بر اساس کندلیسی و پیوت هم شکل میگیره. بر اساس هر نوع تحلیلی که شما بگید من میتونم زودتر براتون بگم. حتی حاضر شما یه چارت بزنید ظرف زیر 1 دقیقه من بهتون بگم این روند کفه یا ادامه یا چه جوری هست، بدون که تحلیل روش بزنم، فقط عکسو برام بذارید. ببینید چقدر با قاطعیت و مطمئن من دارم میگم، با خاطر اینکه شما اینا رو استفاده کنید. سراغ اندیکاتور بگید شما نری اندیکاتور رو بدازین بیرون، اندیکاتور تو بازار فارکس به درد شما نمیخوره. ببینید ادامه دهنده روند زمانی که من بارها تو تحلیلام گفتم قله من از قله کف بالاتر یا پایینتر تموم شده. من زوم اوت میکنم. ببینید این قله یا این قله بالاتر از قله مرکز من میگم به پایان نرسیده، قبلی من میگم به پایان نرسیده، اخطار داده که روند داره روند پایانی میشه. تاییدیش به چه صورته؟ قله سقفم از قله سقف گذشته من بالاتر بشه. تایید شده که روند ریزش شما تموم شده، رفته به بالا. قله در روندی که میخوای افزایشی به دستش بیاری، قله کف از قله گذشته خودش بالاتر به پایان برسد و تاییدیش قله سقف بالاتر از قله سقف گذشته بشه. تموم که شد، فراکتورز که افتاد، سیگنال روند نزول شما تبدیل شد به افزایشی. تا چه زمانی ادامه داره؟ تا زمانی ادامه داره که قله ها به ترتیب بالاتر باشن. همه چی ترتیب هست توی بازار. ببینید این قله بالاتر از این بالاتر از اینجا بالاتر 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 بالاتر، اینجا هم بالاتر و اینم بالاتر. هر روز روند افزایش من ادامه داره تا زمانی که یه قله در این قسمت ایجاد بشه، یه قله در این قسمت ایجاد بشه، این پایین تر از این قسمت، و یه قله که در روند یعنی کفش رو به پایینش و گذشته خوشم پایین تر، روند افزایش شما به پایان رسید. هر جای بازار دست بذارید من بهتون میگم. ببینید من از گذشته بازار دوباره شروع میکنم، جایی که قیمت من یعنی دوباره خیلی بد جور شد. خب در این قسمت قله من میگه ببین 2 میل دقیقا، ببینید 2 میل پایین تر تموم بشه روند من داره اخطار میده. این میگه در پایین تر قیمت تموم نشده، قله تاییدش کدوم میشه؟ این قله میگه پایین تر از این تموم نشده، روند افزایشی من تموم شده، رو به پایین شده. این قله پایین تر از این قله پایین تر. این تو حالت اصلاحی بوده، همتراز هم بوده، تا حالت اساید شده. اینجا مهم نیست، ما به قله جزو نمیگیم، اینا اصلا قله حساب نمیکن، چرا تو گودی ها هستن. حالا این چه حالت دو طرفش خالی است، همترازی بوده، یه حالت قدرتی گرفته ولی نتونسته فیلد کنه. اینجا پایین تر از روند ما کلن چی شده؟ افزایش من تموم شده به ریزش. در اینجا قله من میگه بالاتری تموم نشده، اینجا بالاتری میگه تموم نشده، روند من ریزش تموم شده رفته به بالا. خب ببینید اینجا قله اینجا پایین تر از این تموم شده، اینم پایین تر از این تموم شده، اینم پایین تر از این تموم شده. بعدی اومده از اینجا رد کرده، رد بکنه بهتون میگه نه هر روز روند افزایشه. اشتباه نکنید که بخواد فیبوناچی انجام بده تا اینجا میاد پایینا. اینا رو خیلی مدرسه. این فراکتورز رو چجوری میندازه؟ قسمت اندیکاتورز، بیلی ویلیامز فراکتورز. اینا فراکتورز رو میذاره. فراکتورز چیه؟ از کارش چیه؟ قله رو مشخص میکنه، جایی که قیمت بسته شده. چه زمانی میفته؟ 1.5 کندل بعد. حالا چه تایم؟ 1 ساعته، چه 4 ساعته، چه 1 روزه. 1.5 کندل بعد. خب
پس ترفندم بهتون گفتم. 3 تا تایم اومدم چی گرفتم؟ تاییدیه گرفتم. 4 تا تایم ماهانه افزایشی، هفتگی افزایشی، روزانه افزایشی، 4 ساعته افزایشی، 1 ساعتم سیگنال افزایشی. من توی تایم 4 تا 5 تا تایم سیگنال افزایشی دارم. کندلستیک افزایشی، پیوتی افزایشی، فیبوناچی افزایشی، خط روند افزایشی، ترفند خط روند افزایشی، بعد ترفند تشخیص روند که روز اسم براش نذاشتم اینم افزایشی. تایید روند از تحلیل از این قوی تر دیگه نمیشه بگم. کاملا به من گفته افزایشی. خیلی ساده ایه. ببینید این بازار رو سخت نگیرین، این بازار رو نه این شلوغ کنید یا عالمه اندیکاتور روش رس کنید، اینو بزنید این خط اون خط بزنید که بگین قیمت رو دست بگیرید. همینه بازار، واقعا همینه. راحت میتونید صعود بکنید. ببینید یک از دوستان صحبت کرده درباره ایچیموکو. حالا من خیلی خلاصه میگم چون حجم کلیپ میره بالا. ایچیموکو فصل داره، هر زمان نمیتونین استفاده بکنید. ایچیموکو فقط طبق کندلسکوپ پیوت میتونین استفاده بکنید، به تنهایی زیاد جوابگوتون نیست. در همه نوع روندی، در همه نوع فصل از بازار نمیشه استفادهش کرد. یه روندهای خاص میتونه استفاده کنید. اگر که دارین ایچیموکو استفاده میکنید دیدین خطاهاشو. پس خطاهاش با خاطر اینه که الان فصل ایچیموکو نیست. خب امیدوارم که تونسته باشم خوب واضح گفته باشم. مجبور شدم خیلی تون صحبت کنم چون حجم کلیپ میره بالا، برای آپلود کردن سخته، طول میکشه، خب بچه ها اذیت میشن. انشالله که موفق باشین و سود بکنین. سود شما باعث خوشحالی و اعتبار ما هست. موفق باشین.